السلام علیکم. انشالله که خوب باشین. امروز ما نان بوته پختنم. اول روز ماست. اینجا مو در دوغ جوش میدی برای که نان بوته کنی. اینجا مو ماست که دوغ اشته که جوش بخورن. اینجا هم مو نانی خوش خوره یکم ذره تر منی تا که یکم ذره نرم شنه. یعنی هم شما دوغ میتونین که نان مو مثلا نرم شده زیدال مویر معنی کاسه بندخت. یعنی هم در اولی نانی خوش دوغ بندختی. يعني بعد الذوق الدكتور در ما ميكس منهم قد ونم كي تاكي خوب زدار ذوق لقد شبورا يعني هم مخيم قولش بس كنم هرچند یاد ندارم اول دفعه دیگه کم زره خراب مایه. يعني اینجا هم در ما روغن مندختم نان بوته جور شده اما خواهره و مادره که یاد داره یا کامنت کنه که ما چطور جور کدوم دیگه شم خواهد خوره لایک و سبسکرایب کنین. تشکر.